بیاد براتون یاد بدم چطوری با چنگال ترید بزنید. چنگال چیه؟ اینا یه ابزاری است دقیقا شبیه چنگاله. ببین دقیقا شکل شمایلش مثل چنگال میمونه. انقدر خوب میشه باش ترید زد که خودت اصلا ببینی میشه چنگال تریده. در همین حد من میتونم بهتون بگم. اصلا نقاط ورود خیلی خوبی میده و چند تا قانون مهمم داره که کامل الان براتون تو این ویدیو توضیح میدم. ببینید الان فرض مثلا روی نماد طلا هستم، روی تایم فریم 30 دقیقه، فرقی نداره هر تایم فریم میخوای باش. خب هر جایی نباید ازش استفاده بکنی. اگر میخوای چنگال رو درست ترید بزنی، نقاط 7 و 8 بازار رو باید پیدا کنی. یعنی چی؟ 7 و 8 الان بهت یاد میدم. یه ترفند کامل یادت میدم که باهاش بتونی راحت کار بکنی و ترید بزنی. خب ببین زمانی که فرض مثال من اینجا بذار برم روی چارت هم، خب یه روند دارم میبینم. این روند از اینجا شروع شده تا اینجا ادامه پیدا کرده، تا اینجا اومده لو، اینم از این پایین. خب تا اینجا ادامه پیدا کرده، یه روند نزولی دارم میبینم. قطعا شما هم اونقدر کار کردی که چشتون عادت کرده به این روند. خب میام توی مارکت، از این قسمت روند نزولی خودم یه الگوی 7 و 8 پیدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا دقت بکنی اینجا مارکت یه حالت 7 ساخته. خب دقت بکنی مثلا توی این فرمت یه حالت 8 ساخته. من میام چنگال رو بیشتر توی این موارد استفاده میکنم. خیلی هم خوبه و اوکیه و جوابم میده. حالا نقطه رو چطور پیدا میکنم؟ چنگال رو بردار از اینجا. ابزارش در حقیقت اینجا از چنگال آقای اندروز هستش. خب و این چنگال رو میارم مثلا برای 3 تا نقطه نیاز دارم برای شروعش. 1 نقطه 2 نقطه 3. ببین چیکار کردم. بعد میام نقطه 1 هم رو جابجا میکنم. 1 من میتونه اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، فرقی نداره. خب مثلا 1 هم میذارم اینجا. اوکی. میتونم ببینم که قیمت میاد روی چنگال گیر میکنه و چقدر منظم به خط وسط چنگال میخوره. توی این حالت چنگالی که کار میکنه، خط وسط خیلی مهمه دوستان، اینو در نظر بگیری موقع ترید کردن. بعد مورد بعدی و مهمی که وجود داره قوانین چنگاله. چنگال شما یا حالت نزولی داره یا حالت صعودی داره. یعنی این حالت. خب زمانی که قیمت داخل چنگال باشه، خط 50% مهمه. زمانی که قیمت چنگال شما رو بشکنه، اولین پولبک به سمت چنگال، خب میتونه نقطه خرید باشه زمانی که چنگال حالت نزولی داشته باشه، و برعکس زمانی که چنگال حالت صعودی داشته باشه و قیمت چنگال رو بشکنه، بعد پولبکش به دیواره چنگال میتونه سیگنال سلو به شما بده. کل قوانینش به همین فرمت. حالا من خیلی سادهش کردم و نمیخوام دیگه ویدیو رو بریم پیچیده‌اش بکنیم. ببینیم مثلا فرض مثال الان خب من میام یه چنگال میندازم اینجا. چه اتفاقی میفته؟ من ببین 1 و 2 3 میگم، این 1 این 2 این 3. خب 2 و 3 منو که مشخص میکنه و نقطه 1 میشه نقطه‌ای که حالا بهترین جا باشه. ممکنه اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه. خب بهترین جا نزدیکترین لو یا های به قیمت از حالت 2 3 شماست. ببین توی حالت این نزدیکترین لوی من به این خط 2 3 من بود. خب قیمت اومده چه حرکتی زده؟ اومده شکسته چنگال و برگشته. خب اینجا نقطه سل شماست، میریزه قیمت سمت پایین. میتونی اینجا سل بزنی، استاپ رو بذاری بالا، تیپی تو بر اساس این کف ست کنی، تیپیت رو میری و تاچ میکنی. این برای مثالی بود که حالا سعودی باشه و بخوایم در حقیقت چنگال سعودی باشه ما سل بگیریم. برعکس اینم کاملا قابل انجامه، چنگال نزولی باشه و ما بیایم حالت بای رو در نظر بگیریم توی قیمت. ببینم مثلا فرض مثال این رو میگیرم 1، خب اینو میگیرم 2، این رو میگیرم 3. یا میتونم بیام بگم نه نقطم رو تغییر میدم، اینجا رو بذارم یا اینجا رو بذارم یا مثلا اینجا رو بذارم. من گفتم که نزدیکترین های و لو رو میتونی شما ست بکنی، فرقی نمیکنه. من مثلا این های رو ست میکنم. چه اتفاقی میفته؟ قیمت میاد خب چنگال منو میشکنه، بعد از شکست چنگال برمیگرده روی چنگال نزولیه. میخوام سیگنال خرید بگیرم، اینجا میشه سیگنال خرید شما. تیپیتون رو بر اساس گذشته اینجا میتونید ست بکنید تیپی باشه، بای گرفتیم. و یه چیز خیلی جذاب، میتونیم بیام مثلا استاپمون رو بذاریم این کف، یه ریسک به ریوارد خیلی خوبم میده به ما.
و توی این حالت میتونیم ترید بزنیم به همین سادگی و آسونی که دیدید و کاملا شدنی هستش. چنگال پس قوانینش اینجوری شد. 3 تا قانون گفتم براتون: چنگال صعودی، چنگال نزولی و خط میانه چنگال که خیلی مهمه برای ما. مثلا اینجا هستیم و یه معامله، حالا مثلا اینجا تا اینجا 1 2 3 خط میانه چنگال مهمه برای ما. قیمت اومده اینجا خط میانه چنگاله. بر اساس پرایس اکشن حساب بکنیم این یه خط رونده، یه های اینه یه های اینه، اینو رسم میکنم. اینجا من میتونم بای بزنم، افتاده رو خط میانه چنگال، از دستش دادم، قیمت رفت بالا، برگشت، قیمت اومده روی میانه چنگال من قرار گرفته، میتونم بخرم، دوباره میره سمت بالا. وقتی میخرم استاپو میذارم این پایین، تیپی رو بر اساس گذشته میتونم بذارم این بالا. ریسک به ریوارد های خوبی هم بهمون میده. این میشه حالا داستان چنگال. اگر حالا جذاب بود براتون میتونید در کنار پرایس اکشن یا اندیکاتور دیگه استفاده کنید و نظرتون زیر این پست برای من کامنت بذارید. ترفنده آموزش‌های مختلف داخل همین چنل گذاشتم براتون، لطفاً چنل سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم بزنید. ویدیو جدید اومد سریع با خبر بشید.